آقا چاکر رفقای عزیز و دوست داشتنی آیسی اوقا، کار ما تموم شد دادا. رفتیم اجاره رو بگیریم، دیدم یارو خیس عرق مکانیک بود، دیدم زیر ماشین خیس عرق. گفتم فلانی سیاپوس آدم خوبه، گفتم اجاره کوگو میشه مانده بدم؟ گفتم داداش توپه اوکی مانده بده. گفتم ولی اگه مانده ندی؟ گفتم نه مانده میدم. گفتم ندی هم ماجی ما کیرت نمیتونیم بخوریم، کاری نه، من قلب ندارم تو رو بیرون کنم که. تو دلم گفتم برم خونه یه دوش بگیرم. ماشین رو شستن، برند نیو کردنش. برند نیو یعنی نو برند نیو. بعد برم خونه یه امشب میخوام توپ کنم خارکسته. امشب سنتی بازیه. دماغم گرفته، دماغم که سرما خوردم دادا. آقا سگو چرا گرفتی اینجا بستی؟ آقا مادر تو من گاییدم. سگو برای چی گرفتی تو اینجا کسکش بستی تو این گرما؟ نمیشه وایساد زیر پل که. عجب خری هستی ها، مادرتو گاییدم. و چرا پروردگار رو شما کسکش بده آخه؟ انقدر خارکونی شما آخه، خارکسته. خفه شدم. سگ گرفته تو این گرما بسته، کثافت. ول کن بده بره دنبال زندگی خودش دیگه، کثافت. آقا اینا سگو میبندن. آمریکا این هوملس ها، اینایی که بنده خدای مقدار ضعیفن تو خیابون گرفتارن، همشون استایلشونه یه سگ همراهشون هست. همه مثل ایران بود همیشه زامندار، این لاتولوتا کرده همیشه بود برای پرتقال بوسکنی. زامندار. حالا بعد یه خاطره از زامندار برای شما من تعریف بکنم که من از اینجا دویدم تا خارکسته کشور دیگه. آره اینا همه استایلشون یه دونه سگ دارن. من اصلا نمیدونم حالا داستانش واقعا چیه رو نمیدونم. آره دیگه من این هفته حواستون بود که هر روزشو کار کردم. هر روز سخت کار کردم. خدایی حاجی کار میکنم. من روزی 1-2 ساعت استوری میذارم، ولی دیگه تو گوشی نمیچرخم دنبال کسچرخ و فلان و اینا. اهل کسبازی هم که نیستم، چون وقت اصلی آدمو کسبازی تو اینستاگرام میگیره. فهمیدی؟ من دنبال کسکونم نیستم. میرم یه لایک پایکی میکنم. خودم 4-5 تا حاجی دختر خوب دارم، با همشون هم حال میکنم. اصلا احتیاجی ندارم هر کدومشون بیادب فقط بشن میندازم بیرون، یکی دیگه نمیارم تو. ایرانی به هیچ وجه. نه برادر، ایرانی داستان. حالا میخوایم بگین حالا خارجی هم خانواده من کسبازی در نه، اون دیگه به خود من ربط داره دیگه. خارجی ها چی خانواده ما هستن؟ خارجی هم دیگه. من که اینا رو فلک نمیبندم که، گاز میگیرم، بوس میکنیم هم دیگه رو. آره دیگه با هم فوت میکنیم، فیت میکنیم. الان برادر لوئیس داره میاد خونه حاجی با همون اگامن، همون دوست من بود ترکیه‌ایه. این با دوست دخترش به هم زده. یه دوست دختر بسیار پولدار داشت. آقا خاک تو سرت کسکش. آقا آدم به خاطر پول میره با دختر، کثافت. دختره باش به هم زد و اینا. بعد رفیق خیلی قدیمی ماه، خیلی کونگوشاده. اصلا به من چند روز پیش میگفت که کسموتور به ترکی کسموتور میشه چی؟ استانبولی، نمیدونم حالا چی، ولی معنیش این بود. گفت کسموتور تو که وضعت خوبه میخوای چیکار کنی؟ گفتم برادر وضع من چی خوبه؟ نه تو که ماشین رسید. گفتم نه آقا جان، این خارکوسی این پولی که من دارم یه صندلی بوگاتی نمیشه. سفید تو سفید دوخت آبی. آخ ای پسر قدیر، ای. بعد بهش گفتم که ببین فلانی، گفت چیه؟ گفتم من الان کار نکنم، من الان اگه کار نداشت، من از سن 1 ماهگی که حالا هر موقعی که دنیا اومدم، چند ماهگی دنیا میام خارکسته رو، از اون سال تا به الان نزن خارکونی میای میزنی پیاده میشم کونت جرواجر میکنم. کستنه کلامولا و ساعت بعد در میارم. کسشر گفتم با در میاری خارکوز کلد میگیشه کونتو بالا میکنه یارو. من حالا میدونی که من توی اینستاگرام این تفنگ اینا میترسم این موقع به من گیر بدن، وگرنه میدونی که این ماشین و کسکیشو میکنم مثل نفربر، یعنی فقط اسلحه این پشت. خیلی اسلحه، چند تا اسلحه خیلی قشنگ دارم. یکی دیگه لوئیس برام خریده الان، یه دونه اسنایپر برام لوئیس خریده کادویی.
اون یکی هم لوئیس خرید. صحبت بعد بهش گفتم که برادر من اگر کار نکنم از صبح باید بلند شم یا بکشم یا باید بشینم ماشروم بخورم کس شر بگم. بعد این رفیقای منم که میان منو میبینم میگن آقا اینم که شد یه انگل دیگه، هم شب تا صبح فقط دارم میکشو فلانو. بعدنم اینا همه رو بهش گفتم اگه من تو خونه بمونم باید شب تا صبح کس بیارم ببرم تو خونه، بشم فیلم نگاه کنم. کس خودم مگه کس خواهر فیلم؟ من خودم میخوام بازیگر بشم، چی فیلم نگاه بکنم؟ بعد یه ذره فکر کرد اینا، گفت راست میگه اینا. بعد گفتم آقا من اینجا دارم کار میکنم، درآمد من خوبه، آقای خودم هم حاجی. من ایران بودم حاجی یه چک نداشتیم، یه کارت آوربانک نداشتیم، یه گواهینامه نداشتیم. اینجا گواهینامه گرفتیم، کارت بانک داریم، برای خودمون اینجا شخصیت داریم، دست چک داریم. جان کیرت دست چک خیلی ها من نداشتم هیچ وقت، الان دارم. آره امروز با حاجی که رفتیم اجاره بگیریم بهش گفتم اجاره گفت چیه؟ گفتم به خدا بهش گفتم حاجی من با آرش خیلی رفیقم، حالا جدا از اصلا حاجی رو که حاجی من به خاطر سوشال مدیا گفتم حاجی به خودم دیگه آداش من حاجی دانتان یوستن دیگه گایدین دیگه، نه همه رو دیدیم 5 ماه دارین یوستن زندگی میکنین شما دیگه، تمام اینجا رو بلدین ها، خیابون رو میابون. آیسان اون دست اندازه رو نفتوش، نه حواس بگیرم این بر. گفتم حاجی تو که وضعت خوبه، این همه مال داری، این همه پدرت مال گذاشته بود برات اونجا تو ایران، برای چی کار میکنی حاجی؟ بفروش بگی بخور زندگی کن اینا. گفت وایسان، گفت تو زندگی یه روتین باید از صبح تا غروب باشه. گفت آقا من چون تو رو میشناسم، تو مثل برادر منی دارم بهت میگم وایسان جان. گفتم چی هست حاجی بگو. گفت نمیگم. گفتم جان حاجی بگو، دهن منو گاییدی. گفت تو اگر کار نداشته باشی به کیر میدی خودت. بعد گفتم حاجی حالا منو ولش کن، حالا من خودمو به گاییدم میدم، تو چرا ول نمیکنی؟ گفت کسخل منم 11,000 روی فابریک تو هم دیگه. فهمیدم چی شد حاجی، باورتون نمیشه. مثلا اوضاعش خوبه برای خودش. مثلا من خودم روزی 30 بار به خودم اینجوری میکنم حاجی 2 روز دنیاست، الانم که من همه میشناسن، برم توی جزیره مثلا یه خونه کوچیک بگیرم مثل فیلم ها فلان. حاجی به خدا تمام این خارکوس بازی ها فیلمه، تو فیلم ها میبینیه. آقا من میرم دیگه، آقا من اینجا با دختر قبلا سوسکی میرفتیم مثلا توی یه جزیره ساحل، دفعه اول روز اول شب اول که میکردم، فردا صبح دختره بگم جمع کن بریم خار جزیره رو گاییدم. خارکوس اینجا دوزدریه میاد کونه هر ما میذاره. میگم کجا بریم؟ ما تازه اومدیم. آقا من نمیتونم، کار من دیگه، من دارم سر کار، بدونم کار کنم. میدونی چی بهت میگم؟ آقا من اگر کار نداشتم، اگه اینجوری صبح بیدار نمیشدم، نه 5 صبح ورزش میرفتم، نه این ماشینا رو داشتم، نه این لباسا رو داشتم، نه اینجوری سالم بودم، نه اینجوری میتونستم به مردم انرژی بدم. کار تمام این کارا رو برای من کرد. و دارم به شما میگم آقایون، خدا اون بالا شاهده، دشمن من شاهده. دشمن که ندارم، اونام که با ما قهرن رفیقای من. داداش من اینجا با هفته $300 شروع کردم برادر. من اولین $10,000 حقوقمو که تونستم بگیرم 8 سال طول کشید. یعنی فکر نکنین حاجی اینجوری من مادر کونه من اصلا من گاییده شدم حاجی، فهمیدی؟ بعد داشت برای چی ول بکنم کارو؟ دارم با خودم صحبت میکنم چون چند روزه میگم ول کنه اینا. کسکش چی رو میخوای ول بکنی؟ احسان جان ول کن برادر، زندگی تو بکن. ول بکنی زندگیت کارت به جغ میفته، ماشین باشین میره، بیچاره میشی کسخل. آقا و مطلب آخر، این واقعا مطلب آخره. من نه که کارو ول نمیکنم، میخوام سخت‌تر کار بکنم و میخوام چند تا کار دیگه اضافه بش بکنم. داداش میخوام به یک جایی برسم که این مردم منو میبینن بگن جان کودتاگر اومد به کیر بکشه منطقه رو. هیچی به من نمیگه آقا بوگاتی تو نباید سوار شی. عین 2 میلیون نفر 1 میلیون نفرشون به من دایرکت میدن میگن ایشالله تو سوار بشی، انشالله خدا برای تو سلامتی بخواد، ایشالله تو ایشالله با مگه میشه؟ دنیا با انرژی میره جلو. انرژی کانکشن بین ما و پروردگاره. حاجی به مردم انرژی خوب میدم، مردم منو دوست دارم. برای چی من خارکوس سوار نشم؟ بوگاتی کسکش مگه کی ساخت؟ یکی مثل من.
ساخته که من سوارشم دیگه. ربات کسکش نباید اونو برونه که من میخرم خارکوسه رو آخر به هر طریقی شد. آقا بذار من اینم بذار آخر الان دوباره شنبه است دیگه، فردا تعطیل و بعدا هم داریم میریم مسافر. خوشحالم بذار صحبت بکنم. به جان قدیر، به جان قدیر، الان 35 سالمه، 26 دی تولد منه، میشم 36 سال. به جان قدیر تا قبل 40 سالگی هم خونه بیورلی هیلز میخرم هم بوگاتیو. بوگاتی سفید تو سفید با دوخت کسکش آبی رو من میخرم. اگر بخوام کلیه خودم اونجا گرو بذارم بگم آقا اینو باید بدی من 2 روز سوار شم، یا خارکوسه یوزی بگیرم برم تو نمایندگی بگم کسکش مادر جنده، کلید میدی خارکوسه یا سوراخ سوراخت کنم، من دیگه تیم آخرم. یا هم که پروردگار خودش من میگه که پول و وایر کن براشون بزن ماشین شیپ. ماشینم باید بیارن اله جلوی خونه من توی کسکش مقوا کارتون چیه تو اونا. فهمیدی چی شد؟ بوگاتی داشت پروردگار به دلی که دریا باشد پدالو میدهد. من کشتی نمیخوام داداش، پدالو بسته برای من. اگه دل من دریاست من با پدالو هم کار من راه میفته. آقایون بوگاتی هم سوار بشم ایران که نمیتونم بیام، ایران بیام اینا من اذیت میکنن، ولی بوگاتی هم سوار بشم یادتون نره این گوشی رو میارم اینجا اینجوری میکنم میگم بگیرید کسکش اومد. اون موقع است که به خاک و خون بکشم منطقه رو، اون موقع است که محمد اناری بیاد منطقه رو به خاک و خون بکشه. با پسر قدیر همراه باشین. پسر قدیر میره اون نکمکا. به شما ثابت میکنم که برادر من با مهربانی قلب مردم رو میتونی به دست بیاری جوری که با 100 میلیون پول بهشون بدی به دست نمیاد. رو راست که باشی مردم ایران خطخونن خودشون، خیالت راحت. آقا من چون به شما خیلی احترام میذارم، شما همیشه با من هستین، بس من برنامه هم میگم. میرم خونه الان یه دوش میگیرم، توپ میکنم. اون لحظه که میخوام بگم توپ میکنم دیدی دارن رپ میکنم مثلا صحبت کسکیر میکنن یا بوق میزنه. میرم خونه دوش میگیرم بی بعد میام پایین، بعد میرم خونه شوخی میکنم با کسشر میگم با. آره میرم خونه دوش میگیرم، بعد میریم خونه حاجارش. گاییدی کسکش دوشو گاییدی. میریم اونجا 2-3 شات تکیلا مکیلا بزنیم، بعد بریم رستوران بشینیم با اینا صحبت بکنیم دیگه، حال بکنیم با اینا دیگه. جای شما هم خالی. فردا می‌خواستیم نریم لیک، ولی با آرش گفتم بریم دیگه، تو شهر کسکش خبری نیست برادر. بعد بیرونم میرم اینجا دیگه حال نمیده. میدونی چی میگم؟ اینجوری شده پسر شاه رفت اون اومده اینا. ولش فردا صیاده داداشتم تو آب. آقا 2 سال دیگه پسر قدیر رو آوردن. این کیه این تو؟ اکوس خول این پسر قدیره دیگه. اینم ماشین محافظه است با رویز روز. ای خدا بشینم اون پشت خارکسه یک گل اون تو دیگه. اون گل محمدی رو میکشم دیگه اون موقع دیگه انقدر رفتم بالا دیگه با علف بلف به گاییدن نمیرم دیگه الان. ولی نه تو عقب بشینم 2 تا سیاه‌پوست بگم رول بکنین برای دادا، رول بکنین، گلو بکشم دم رستوران در وا کنن همه خارکسه کی هست این پسره؟ این کارتون خواب بود خارکسه نمیدونیم چی شد. این کارتون خواب بود خارکسه. مال کجاست؟ ایتالیایی روس؟ نه بابا نورت آف ایران، بغل آب شمال. هیس فرام مازندران. شغلش چیه؟ بکشه. میخوای چیکار؟ شغل کسکش چیه؟ آقا بذار من اینم به شما فارسی بگم. میگم شما این برادر لوئیس گرفتین، حالا من فارسی دارم صحبت میکنم، گرفتین خل کردین پسر رو. چی بهش دارک میدی؟ این سگ بیچاره، اون سگ بیچاره نا نداره که این گرفت 30 کیلو گرفت، تنش بار بست. و اون سگ اگه دیدین آقایون میزنه روش، سگ کینان، اون رکس بود. رکس اون سگا فرق داره. اینجا گرمه، اینجا خواهر آدم گاییده میشه برادر، اینجا راه بری عرقسوز میشی، لای کون آدم تاول میزنه. این میگیره این سگو میگیره لباس تن سگ میکنه، لباس نمیدونم صدفان 5 چیه اون. امروز بهش تکست دادم گفتم کونپاره کسالات گرمه اینجا، برای چی این سگ میگیری؟ به خاطر اینکه 4 نفر تو ایران بذار بگن آفرین
اون این سگ نیست که تو گفتی خرگوش لباس خر تنش کردی کون گشاد نکنیم بیچاره رو بابا. چون آمریکا رو سگ و اینا خیلی حساسن. یکی دو سه تا آمریکایی ببینن اینجور رو سگ مثل قاطر بار میزنه اینو میاره تو پارک، احتمالاً سگی که ازش میگیرن این چی لوئیس هم به خدا اینجا کسکش مادر فاکر حساب ساینه کیر همش بیادبی دیگه. ول کن خار کسه تو دنیا فقط تو بلد نیستی بگی کیرو کس که خار کسه ول کن دیگه. های کیر اونجوری شد کس اونجوری شد. خوبی چپ آول من چپ آولی کوزاگر اومد. منطقه رو خالی کنین. خان چالوستون شهر اومد تو. خان اومد علی خان اومد. پس این لوئیس بیچاره رو یارو نکنیم بیچاره. این سگ گرفت من از قاطر روش بار زد بیچاره رو. آقا اینم من چون شما نفسای من هستین این دوتا رو ببینید رنگشون میگه چه باحاله. این کسه آقا کی لامبورگینی رو میگیره رنگ مگس میکنه کیرم توی دهنت. اکثر این ایران رفیقای من همین شما کل 2 میلیون نفر رفیقای من همه یه در یه سطح برادر خواهر همه میگن که اونجا میری با خالکوبی و این کلا و اینا احتمالاً اینا میگن این گنگه. نه رویز و این کلا نصف آمریکا فکر میکنن ما بکشیم اینجا. به خدا کلمه پیمپ به انگلیسی میشه بکش. هم خارکوسه رویز دارن. رویز من این کلا رو که میذارم هیچ کی فکر نمیکنه من گنگم. میگه اوه این 100% بکش خارکوسه. به خدا راست میگم. ولی حالا ما که گنگ کدوم ما نه اونیم نه این داداش. ما یه آدم یه شهروندی هستیم که برادر جان از 7 صبح کار میکنیم. حالا اینا رو ولش کن. تو رو خدا لوئیس چیز نمیگی خواهر سگ گایید بیچاره. فکر کنم 2 تا بابا چرچر کرد.